من جبریده امی کمپانی 7 برج مابین انا 4 سال باز دوام دارد سودیش. من یک خانگی خودم را فروختم $20,000 در امی کمپانی خودم اویلم پسرم داخل شدیم. با کدام راه ها اکنون چی شد نمیدونم. این کمپانی محکم شدگی شد که ما آزاد شدیم در دامی فریب افتیدیم که مبلغای خودمون رو تا حاضر گرفته نمیتوانیم. من حکومی سود برآمد. اینو 3 تاش در گریزه است، 3 تاش در همینجا 11 سالی 3 تاش گرفت، 2 تاش 10 سالی، 1 تاش 8 سالی گرفت. لیکن مبلغای ما نیست، پول نیست میگم. پول همش جزیره سیشل برفتگی از اونجا بر نمیگردد. در بار است پولو نیست، پول نیست. دلی محمود و سیحامید اجیکی در گنرال پروکراتور است. دوام 7 ماه شد هیچ جا نیست که به سودی سینا رسد. باور کردیم ژورنالاش من صورت پیشوای ملت زدگی در اونجا. محمد سعید عبیداللهی گفتن که این امک بچه محمد سعید عبیداللهی فای این کمپانی یگون چی نمیشه. مونید مبلغاتون بیارید آدم. موندی مبلغونه که یگون چی نشد. تا حاضر من 4 سال باز دو داریم. من با کسلی زدیم. سلامتی گم کردیم تمام. من یک تا جبریده همراه ما بود. ما یک گروه 23 نفر 1 تا بندگی کرد. حکیم و عبادت $7,845 من خیلی پولش بود. بیچاره بندگی کرد. من اوج چند ماه شد 8 ماه شد من خیلی شد. ما در عذاب و خریج یگون قانون هستمی نیستمی بینو یگون کس شتابی پیش راه این کار رو گیرد. داخل شرکت شدم و $36,000 موندم. این پول دخترچه من بود که مدت 7 سال در روسیه کار کرده اومدگی بود که خونه نداشت. صاحب خونه شوم خونه خرم گفته. همینجا من همین فریب همین شرکت را باور کردم. همین پول دخترچه من بردم و ماندم. گفتم کمتر زیادتر شود. خیلی جای راستی گپ جای 2 خانگه 3 خانگه گیرد نقصتر. اینقدر عذاب کشیده مردک بر این روسیه دا کار کرده اومد. گفتم همین پولم ماندم و بعد 1 ماه شد گذشته بود که من حالی نه فایده گرفته بودم نه هیچی. بعد 1 ماه همین شرکت از طرف پروکراتور گنرالی فعالیتش باز داشتن محکم کردن. بعد محکم کردن من همین نزدی همین محمودوف گنرال دیرکتور محمودوف سیحامید اجیکویچ در آمدم. گفتن که باور کنید پول شما یگونجا نمی سوزد. من پولتون گردانده میتیم. پول شما همینجا یگونجا حالی نرفتگی ایستادگی عریضه نویسید گردانده میتیم. گفتن عریضه نویسیم. بعد 3 روز رفتیم پول نیست. گفتن ندادن. نباشد همه هر هفته 1 بار هر روز شنبه برآمد میکردن. محمودوف خودشون میگفتن که برای مردم بسیارتر جلب کردن برآمد میکردن. میگفتن که شرکت ما غیر قانونی نیست. ما نلاگ دولت میسپاریم. همش قانونی. من شرطنامه‌ای باور کنید همه باور کرد. اینجا قریب 5,000 جبردیده جمع شدگی بود. حاضر دیلکتی قریب 300 نفر گذشتگی. من همی گروپ ما 24 نفر 4 سال شد که در عذابیم. فقط عریضای ما همه ایجا رفتگی. حکومت شهر، کروپسیا، سود شهری، سود عالی، پروکراتور گنرالی هر هفته عریضای ما رفتگی. همه ایجا گشتیم. مقصد همه ما ویو را شنونده نیست. ویو محکم شدن با ما چی فایده؟ ضرر ما را برقرار کنند. پولای ما را گردانده تیان. من یک گروه هستیم. همه ما کسالیم. اینوالідیم، پنسیونریم. کی با دادی ما میرسد؟ شخصا من روزی شد که پول نیفتم آهنای خانه ما فروختم رهبری کردم. پروکراتور دویدم. سود شهری دویدم. سال 2013 بعد از آن که 2 نفر شناسانم بسیار تعریفی زیاد کردن که یک شرکت نفت پیدا شده است. مبلغ میگذاری با اونجا بعضی چیزهای یاد میتیان درس یاد میتیان و با مبلغ نغزم میتیان گفته مرا برد. من رفتم 9,000 مبلغ
سبت طلایی گرفتم. بعد از اون که چندین روز رفته آموختم، دیدم، سنجیدم که همه قانونی است، همه لیسانس دارند، در وزارت عدلیه قید شدند. گفتاشون که پشت پناهاشون حامد وحیداللهیف همه کار میکند که این کمپانی این شرکت محکم نشود. من باور کردم، من گفتم تو همون وقتی دیرکتور نزد آسیم رفتم، معروف آسیم دیرکتور اجرایی بود. من گفتم تو وقتی که در افغانستان بودم مجروح شدگی پایم رو جراحی کرده رتیز میمونم گفته بودم. گفتن که همون تو وقتی که در کار شود ما پولت برمیگردونیم. بعدی که پول ماندم خاصی ما 4 ماه کار کردیم، رفت آمد کردیم. بعد شد دیگر مبلغ ندادن. از روی همون بایشان پروکراتور محکم کرد. بانک ها اجازه ندادن که این شرکت کار کنند. از روی گفته خودشان با همین من همین 6182 دلار باقی ماندگی رویانده نمیتونم. بسیار طلب داریم، خواهش داریم که نسبت به همین رهبران این شرکت که تقریبا 5000 آدم فریب دادند، 300 نفرش حاضر دیلوی جنایتی شده شدگی عریضه دادند، یگان طلباتشون اجرا نشده است. من خواهش دارم که همین چاره دیده شود نسبت به همین پولای ما برگردانده شود. ما را همیشه با طرز خوب همیشه قبول کردن که ما اکنون در اینجا یکم زندگی ما درست کرده میتونم گفته، چون که ما خانه نداشتم، زمین گرفته که همه زمین قطع کار داشتم، سوز که حساب بودم. ما گفتم که ممکن همینجا یک درآمد شود که همه حوالی ما سوز کرده گیرم. خیلی دیری نگذاشته ای را محکم کردن کشته کتوش که همین پس آیدمی ما همگی 10,000 حتی پیسرم با پیسرم آوردم 10,000 پیسرم داخل شد. 270 دلار خودم، یعنی 10,270 دلار آورده در همین چیز سپردیم، با امیدی که همین فقط با امید میکردن که انا اونجا خانه ساخته زدیم، انا خانه ساخته زدیم، شما دیگر یکم فکر نکنید. خانه با نرخ ارزان شما ایما میگیرید، میتونید خانه فروشید، حالتون آورده همینجا داخل شوید. همه خیلی شد، حوالی فروختم. منم 5,500 دلار در همین شرکت سپارده به فریب و نیرنگ‌های اینها دچار شدم. تا حاضر 4 سال باز می شود که سرگردانم. این پولها را من مهاجر بودم، در روسیه کار کرده با فرزندانم جمع کرده که دخترهای من رو با یگونجا داخل کنم گفته جمع کرده بودم. نه که من ندونستم که تا این درجه من 4 سال سرگردان می شوم. این خبری ما، این چیزی ما، مراجعت ما به پیشوای ملت، به محترم جناب اولی امام علی رحمان، به محترم میر شهر رستم امام علی رسد که بر ضد این خیلی فریبگرا، بر ضد این خیلی لیدرایی که از پشت اینو میگردن و به دایره اینو رقص میکنن مبارزه برن، ریشه کن کنن اینو.